توی شروع قسمت دیدیم که دیمن طبق معمول با اعتماد به نفسی که فقط از خودش برمیاد بدون اینکه حتی یه سرباز همراهش باشه میره تا ارتش هایتاور رو وادار به تسلیم کنه. ارتش هایتاور به فرماندهی اورمنت هایتاور پسرعموی الیسنت از اولتان راه افتاده و به سمت کینگز لندینگ حرکت کرده. توی کتاب‌ها اورمنت قبل از رسیدن به پایتخت چندین نبرد رو پشت سر میذاره. مهمترینش هم نبرد هانیواینه. توی این نبرد خاندان بیزبری برای انتقام وارد جنگ میشن چون سبزها قبلا لردشون لایمن بیزبری استاد خزانه سابق رو کشته بودن. نیروهای اورموند تو این نبرد نزدیک بود که شکست بخورن تا اینکه دیرون تارگریان با اژدهاش تساریون از راه میرسه و ورق جنگ رو کاملا برمیگردونه. بعد از پیروزی آرمن دیرون رو شوالیه میکنه و بهش لقب دیرون دلیل رو میده. توی میدون نبرد دیمن تنها نیست، کنارش کاراکسیس و سیلوروینگ و ورمیسور هم هستن. در مقابل هایتاورها فقط تساریون رو دارن که نسبت به این سه اژدها خیلی کوچیک‌تره. دیمون هم خیلی واضح شرایط رو برای اورمن توضیح میده. جنگ تموم شده، متحدات از هم پاشیدن، ایموند و ایگان ناپدید شدن، روی تخت آهنین هم یه ملکه جدید نشسته و تازه عمود اوتا هایتاور هم به دستور همین ملکه اعدام شده. دیمن یه پیشنهاد به اورمن میده، میگه اگه زانو بزنی و وفاداری تو اعلام کنی خودت و افرادت بخشیده میشن. این اولین تصمیم مهم رنیرا توی این قسمته، تصمیمی که بعداً حسابی براش دردسر درست میکنه. رنیرا میخواد مثل پدرش ویسریز یه فرمانروای عادل و بخشنده باشه، نه مثل دیمن که عقیده داره بهترین راه سوزوندن همه دشمنا با اژدهاست. از نظر اون باید همونجا همه ارتش هایتاور رو میسوزوندن، چون تصمیم رنیرا باعث میشه بعدها ارتش هایتاور شهر تامبلتون رو اشغال کنه که توی ادامه قسمت میبینیم و مردمش رو گروگان بگیره. یکی از نکته‌های خنده‌داری که توی این قسمت دیدیم این بود که وقتی دیمن می‌خواست دیرون رو از اورمنت هایتاور تحویل بگیره گذاشت که اژدهاش همونجا بمونه. همونجوری که میدونیم اژدها سمبل تارگریاناست و یه سلاح فوق‌العاده خطرناک هم محسوب میشه و بهترین کار این بود که واقعا دیمن اونو ور می داشت و هم دیرون هم اژدهاش رو با هم به کینگز لندینگ می آورد. واقعا نمیدونم که دیمن چرا همچین حرکت احمقانه ای زد. اگرم دقت کنید توی این عکس میتونید ببینید که اژدها واقعا پشماش ریخته و میگه که صاحب واقعی من اصلا این نیست. و حالا با این اشتباه دیمن اونا هم دیرون واقعی رو دارن هم اژدهاشو که این یه خطر خیلی بزرگ برای رنیراه. با این حال اورمنت که راه دیگه ای نداره تسلیم میشه و قسم میخوره به رنیرا وفادار بمونه. دیمن بهش دستور میده از داده روز برگرده به اولتاون. اما قبل از رفتنش دیمن یه چیز دیگه هم میخواد، دیرون تارگریان، چهارمین فرزند ویسریس و الیسنت هایتاور. ما توی فصل‌های اول و دوم اصلا دیرون رو ندیدیم چون از بچگی برای بزرگ شدن به اولتاون فرستاده شده بود و تحت سرپرستی اورمنت زندگی میکرد. حالا با ناپدید شدن ایمند و ایگان دیرون تبدیل شده به یه مهره فوق‌العاده مهم توی بازی قدرت. در واقع از نظر خیلیا اون نفر بعدی تو صف رسیدن به تخت آهنینه. دلیلش هم به یه قانون قدیمی برمیگرده. سال 101 پس از فتح توی شورای بزرگ اوتا هایتاور اصرار کرد که قانونی تصویب بشه که میگفت تا وقتی یه وارث مرد وجود داره تاج و تخت نه به یه زن میرسه و نه از طریق یه زن به پسرهاش. به خاطر همین قانون حتی هلینا هم از صف جانشینی کنار گذاشته میشه و دقیقاً به خاطر همین بود که سالها قبل ویسریس به پادشاهی رسید با اینکه دختر عموش رینیس تارگریان ادعای قوی‌تری روی تاج و تخت داشت. البته ویسریس بعدها این قانون رو عملاً نادیده گرفت. اون رسما رنیرا رو وارث خودش اعلام کرد و تمام لردهای وستروس هم سوگند وفاداری خوردن. دومین تصمیم مهم رنیرا توی این قسمت اینه که دیرون رو نکشه. البته قبل از اینکه معلوم بشه پسری که اورمن تحویلش داده اصلا دیرون واقعی نیست. رنیرا تصمیم میگیره دیرون رو به دیوار بفرسته تا به نگهبانان شب ملحق بشه و بقیه عمرش رو اونجا بگذرونه. این تصمیم کاملا با شخصیت رنیرا جور در میاد. اون دوست داره مثل پدرش یه ملکه عادل و بخشنده باشه. ولی دیمن اصلا اینطور فکر نمیکنه. از نظر اون تا وقتی که یکی از مدعیای تاج و تخت زنده باشه همیشه یه تهدید برای حکومت رنیرا محسوب میشه. دیمن ترجیح میداد همونجا دیرون رو اعدام کنن، اما این کار کاملا برخلاف باورهای رنیرا بود. حتی رنیرا میتونست اون رو شکنجه کنه تا اطلاعاتی درباره نقشه‌های برادرش و عموش به دست بیاره، ولی به جاش بهش غذا و جای خواب میده و قول میده که اگه همکاری کنه باهاش محترمانه رفتار میکنه. اما یه نکته مهم وجود داره، این پسر مطلعی اصلا دیرون تارگریان نیست. اورمند با این نقشه حساب شده یه بدل و تحویل رنیرا داده و دیرون واقعی رو پیش خودش نگه داشته. در واقع به احتمال زیاد همون پسری که چند لحظه توی قسمت اول فصل سوم دیدیم دیرون واقعیه. موهای قهوه‌ای اونم دقیقاً شبیه الیسنت و اوتا هایتاوره. البته هنوز معلوم نیست که این رنگ طبیعی موهاشه یا برای اینکه کمتر جلب توجه کنه موهاش رو رنگ کرده. از اون طرف موشام دوباره به کینگز لندینگ برگشتن. بعد از اتفاقات بلادنچیز وقتی که دو قاتل خودشونو به شکل موشگیرا درآوردن و وارد ردکیپ شدن و جهاریس پسر بزرگ اگان و هلینا رو کشتن، اگان از روی خشم دستور داد که همه موشگیرای شهر رو اعدام کنن.
توی کتاب اما داستان فرق میکنه. اونجا که اوتو هایتاور هنوز دست پادشاهه، برای حل این مشکل تعداد زیادی گربه به قلعه میاره تا موشا رو از بین ببرن. ولی توی سریال چون اوتو توی سیاهچال زندانیه، این اتفاق هیچ وقت نمیفته. البته این موشا فقط یه مشکل ساده نیستن. اونا نماد خیانت، فساد و پوسیدگی هستن که کم کم تمام کینگز لندینگ رو فرا گرفته. حدود 1 سال از آخرین باری میگذره که رنیرا وارد اتاق پدرش شده بود، همون جایی که آخرین روزای زندگی ویسریس رو با اون بیماری وحشتناک دید. رنیرا میگه هوای این اتاق انگار پر از ارواحه و به همین خاطر نمیتونه اینجا راحت بخوابه. همه چیز این اتاق پدرش رو یادش میاره. برای همین بعدا میبینیم که ترجیح میده به اتاق دیمن بره. وقتی رنیرا و دیمن به سمت جلسه شورای کوچک میرن، خدمتکارا دارن همه پرچم‌ها، لباس‌ها و نمادهای سبزهای تارگریان رو جمع میکنن. وسایلی که آخر قسمت همشون توی آتیش سوزونده میشن. شما هم احتمالاً صدای ناقوس رو توی این قسمت چندین بار شنیدید. من توی این قسمت دست کم 12 بار صدای زنگ رو شمردم. شاید هر بار نماد یکی از تصمیم‌های مهم رنیرا باشه. معمولاً صدای ناقوس نشونه پایان یه دوره است. شاید داره پایان حکومت اگان رو اعلام میکنه یا حتی پایان حکومت خود رنیرا رو از الان پیش بینی میکنه. از یه طرف دیگه ناقوس میتونه نشونه نظم و قضاوت هم باشه. انگار همه تصمیم‌ها و شخصیت‌ها قراره بالاخره قضاوت بشن. چیزی که توی این قسمت بیشتر از همه درباره خود رنیرا صدق میکنه. درسته که رنیرا بالاخره تاج رو به دست آورده، ولی همزمان تمام دردسرای حکومت هم روی دوشش افتاده. بزرگترین مشکل فعلا خزانه سلطنتیه. به رنیرا خبر میدن که تایلند لنیستر قبل از سقوط شهر تمام طلاهای تاج و تخت رو تقسیم کرده و از کینگز لندینگ خارج کرده. یعنی الان فقط به اندازه 1-2 هفته پول توی خزانه باقی مونده. آخرین باری که تایلند رو دیدیم توی نبرد گالت بود، جایی که یکی از کشتی‌های شاراک و روهار به دریا پرت شد و هنوزم معلوم نیست زنده مونده یا نه. اما توی کتاب اصلا این اتفاق نمیفته. تایلند توی نبرد گالت حضور نداشت و موقع سقوط شهر توی کینگز لندینگ بود. بعد از تصرف شهر، افراد رنیرا اون رو حسابی شکنجه کردن، کورش کردن، بدنش رو زخمی و ناقص کردن، ولی با همه اینا حاضر نشد محل مخفی شدن طلاها رو لو بده. از اونجایی که آخرین بار اگان و لریس استرانگ رو توی مسیر روکسرست دیدیم، این احتمال وجود داره که در ادامه با تایلند روبرو بشن. از طرفی هم شنیدیم که باقی مونده نیروهای تریارکی دارن منطقه رو غارت میکنن و کاملا ممکنه که تایلند هم بین اونا قایم شده باشه. اما همه این دردسرا به کنار، رنیرا هنوز یه چالش مهم دیگه داره: مراسم تاجگذاریش. رنیرا میخواد به همه مردم نشون بده که از این به بعد قدرت دست اونه. همونطور که خودش میگه باید هیچ کس توی قلمرو شک نداشته باشه که حالا چه کسی فرمان رواست. اما سوال اینجاست: الان واقعا وقت برگزاری مراسم پرخرج تاجگذاریه، وقتی مردم شهر حتی نون برای خوردن ندارن؟ یادتون نره که کینگز لندینگ مدت‌ها زیر محاصره رنیرا بوده. همین محاصره باعث شد غذا و کالا خیلی کمتر وارد شهر بشه. بعدن سیلویت، صاحب یکی از فاحشه‌خونه‌های شهر، میگه همون غذای کمی هم که مونده بود اشراف برای خودشون برداشتن و برای مردم عادی تقریبا هیچی باقی نموند. اینجاست که رنیرا توی یه دوره‌ای سخت قرار میگیره. آیا باید غذا رو پس بگیره از اشراف و باعث بشه که لردها بر علیهش بشن، یا اعتراض مردم عادی رو با زور و خشونت سرکوب کنه؟ از همه بدتر این که میساریا و دیمن هم دو نظر کاملا متفاوت دارن. میساریا همیشه طرف مردم عادیه و معتقده که باید به فکرشون بود، ولی دیمن مردم رو چیزی بیشتر از یه شورش بالقوه نمیبینه. شورشی که به نظرش باید قبل از شکل گرفتن نابود بشه. در نهایت رنیرا یه راه میانه رو انتخاب میکنه. فعلا خبری از اون مراسم باشکوه تاجگذاری نیست و فقط از هایسپتون بالمن میخواد که مراسم تطهین رو براش انجام بده. اینجا یه تفاوت مهم دیگه وجود داره که شاید خیلی‌ها ندونن. تاجگذاری و تطهین یکی نیستن. تاجگذاری یعنی قدرت زمینی، همون لحظه‌ای که تاج روی سر پادشاه یا ملکه گذاشته میشه و لردها هم سوگند وفاداری میخونن. این مراسم میتونه توسط یه شخصیت مذهبی یا حتی یه لرد انجام بشه، درست مثل تاجگذاری اگان دوم که کریستن کول تاج رو سرش گذاشت. اما همون موقع اگان یه مراسم دیگه هم داشت، یعنی تطهین. تطهین یعنی اینکه فرمانروا از طرف خدایان تایید و برگزیده شده. این مراسم فقط توسط هایسپتون انجام میشه، جایی که با 7 روغن مقدس یه ستاره 7 بر روی پیشونی پادشاه یا ملکه میکشه، نمادی از آیین هفتگانه که رایج‌ترین مذهب وستروسه. البته رابطه خاندان تارگریان با این مذهب همیشه پرتنش بوده. وقتی اگان فاتح بیش از 100 سال قبل وستروس رو فتح کرد، با هایسپتون‌های اولدتاون به توافق رسید. در مقابل اینکه به عنوان پادشاه تطهین بشه، اجازه داد قدرت مذهبی آیین 7 حفظ بشه. با این حال پیروای این مذهب هنوز هم ازدواج‌های درون خاندانی تارگریان ها و استفاده از اژدها رو نوعی کفر میدونن. این مشکل بعد توسط شاه جاهاریس حل شد. اون سپتونای زیادی رو به سراسر وستروس فرستاد تا آموزه جدیدی رو تبلیغ کنن.
اینکه قوانین آیین 7 برای آدم‌ها عادیه، اما برای تارگریان‌ها فرق داره. اونا اژدها سوار میشن، از آتش جون سالم به در میبرن و جادوی والریایی توی خونشونه. پس خدایان برای اونها قوانین متفاوتی در نظر گرفتن. اما با وجود اینا، وقتی رنیرا از سپتون میخواد که تطهینش کنه، با جواب منفی روبرو میشه. چرا؟ چون اگان دوم قبلا تطهین شده و تا وقتی مرگش رسما تایید نشه، سپتونا نمیتونن فرمانروای دیگه ای رو تطهین کنن. اینجا هم رنیرا یه تصمیم مهم دیگه میگیره. اون درخواست آلیسنت رو میپذیره که اول باید مرگ اگان به طور رسمی ثابت بشه. استدلال آلیسنت هم منطقیه. فقط تعداد کمی از زخمی شدن اگان توی روکسرست خبر دارن. زخمی که صورت و بدنش رو به شدت از بین برده. حتی اگه یه روز برگرده و ادعا کنه پادشاهه، خیلی ممکنه فکر کنن یه شیاد بیشتر نیست. اما رنیرا یه چیز مهم رو نمیدونه. اگان هنوز یه مدرک خیلی مهم همراه خودش داره. تاج اگان فاتح. همین تاج به تنهایی میتونه ثابت کنه که اون واقعا اگان دومه و ادعاش دروغ نیست. به همین دلیل های سپتون درخواست رنیرا رو رد میکنه. نه خودش و نه خواهران خاموش هنوز جسد اگان رو ندیدن و تا وقتی مرگش قطعی نشه، از نظر مذهبی امکان نداره دو فرمانروا همزمان تدهین بشن. رنیرا سعی میکنه نظر های سپتون رو عوض کنه. اون میگه اینکه تونسته کینگز لندینگ رو فتح کنه خودش نشونه و لطف خدایانه. حتی میگه درست زمانی که بیشتر از همیشه به کمک نیاز داشت، یک اژدها به سراغش اومد. انگار خدایان خودش راه رو براش باز کردن. جالبه که رنیرا قبلا دقیقاً همین حرف رو درباره آدام زده بود. وقتی بعد از مرگ لوسریس آدام و اژدهاش سی اسموک ظاهر شدن، رنیرا اون اتفاق رو نشونه حمایت خدایان از خودش میدونست. اما همین که اسم اژدها میاد، های سپتون کاملا اخم میکنه. از نگاه آیین 7 اژدهاها موجوداتی مقدس نیستن، برعکس اونها نماد یه جادوی تاریک و ناپاکن که فقط آتش قدرت در آدم‌ها رو بیشتر میکنه. رنیرا از نظر فنی میتونه های سپتون رو مجبور کنه که تطهینش کنه، حتی با تهدید به مرگ. ولی های سپتون یه هشدار جدی بهش میده. میگه اگه با مذهب در بیفتی، کل قلمرو رو علیه خودت میکنی. و راستم میگه. وستروس همین الان روی لبه انفجاره و آخرین چیزی که رنیرا لازم داره یه شورش مذهبی از طرف مردم عادیه. برای همین فعلا مراسم تطهینش عقب میفته. بعد از اون تصمیم میگیرن یه کلاغ به کستلی راک بفرستن و از لیدی جوانا لنیستر بپرسن که طلای خزانه سلطنتی کجاست. جوانا همون همسر جیسون لنیستره، همون لردی که توی نبرد کنار دریاچه کشته شد. حالا تصور کن کسایی که باعث مرگ شوهرش شدن در خونش رو بزنن و ازش پول بخوان. بعد از مرگ جیسون، جوانا به عنوان نایب السلطنه اداره کستلی راک رو به دست گرفت، چون پسرش لورین لنیستر موقع رأس اژدهایان فقط 4 سالشه. از اون طرف رنیرا از تمام خاندانهای بزرگ وستروس هم درخواست خراج میکنه. البته منظورش اون لردها و تاجرهایی نیست که توی ضیافت حضور دارن. خود رنیرا هم میگه اونها فقط اشراف و بازرگانای محلی هستن که اتفاقی داخل شهرن. یکی دیگه از دردسرهای رنیرا شورای کوچکشه. اعضای شورای دراگونستون موقع نبرد گالت عملاً بهش خیانت کردن و توی زندانی شدنش نقش داشتن. مهمترینشون گرند مستر جراردیس، لورد بارتیموس سلتیگار، لارنس ماربرند از گارد ملکه و حتی تا حدی جسریس بودن. حالا رنیرا باید یه شورای جدید تشکیل بده. احتمالاً کورلیس، دیمن و میساریا از اعضای اصلی این شورا باقی میمونن. اما یه سوال مهم باقی میمونه. تکلیف گرند مستر چی میشه؟ اون موقع کودتای اگان کاملاً طرف سبزها بود و نقش فعالی داشت. توی کتاب هم بعد از تصرف کینگز لندینگ، رنیرا اونو مستقیم به سیاهچال میفرسته. موضوع مهم بعدی ایمن و اژدهاش ویگاره. آخرین باری که دیدیمش هارنهال رو تصرف کرده بود. فرمانده قلعه رو کشته بود و بعد هم از پشت خنجر خورد. احتمالاً دلیل این که چند روزه ازش خبری نیست اینه که هنوز داره اون زخما رو درمان میکنه و الیس ریورز داره ازش مراقبت میکنه. قسمت قبل الیس خیلی واضح گفت که میخواد بانوی هارنهال بشه. به نظر خودش این درخواست کاملا منطقیه، چون کمک بزرگی کرد تا دیمن کنترل لیورلندز رو به دست بیاره. اما دیمن اصلا قبول نکرد. از نظر اون یه زن بدون عنوان اشرافی نمیتونه حاکم بزرگترین قلعه وستروس بشه. ولی حالا ایمن که زخمی و بی‌پناه به الیس پناه آورده، شاید ورق برگرده. شاید ایمن چیزی رو به الیس بده که دیمن هیچ وقت حاضر نبود بده. توی ادامه سریال میرسیم به شیپ استیلر. رنیرا دستور داده سوار این اژدها کشته بشه، در حالی که اصلا خبر نداره اون سوار رینا تارگریان یعنی دختر خوانده و دختر عموی خودشه. رنیرا از بیلا میخواد که در سراسر ویل دنبال هر نشونه‌ای از ویگار یا شیپ استیلر بگرده. بعدترم از دیمن میخواد به ویل برگرده و از لیدی جین آریان بخواد به جای سربازایی که هیچ وقت نفرستاد پول پرداخت کنه. طبق توافقشون جین آریان قرار بود در ازای دریافت یک اژدها نیروهاش رو در اختیار رنیرا قرار بده.
اون اژدها هم تایرکس اژدهای جافری بود، ولی همونطور که توی تصویر میبینیم این اژدها هنوز اونقدر کوچیکه که عملا نمیتونه از ویل دفاع کنه. برای همین جین آریان خیلی راحت‌تر پیشنهاد رینا رو قبول کرد. اینکه رینا توی ویل بمونه و در عوض شیپ استیدر از اون منطقه محافظت کنه، به نظر میرسه سریال داره زمینه رو آماده میکنه که یا بیلا یا دیمون بالاخره بفهمن که سوار شیپ استیدر در واقع ریناست. و اون موقع سوال اصلی اینه وقتی بفهمن دختر یا خواهر خودشون ناخواسته باعث مرگ جسریس در نبرد گالت شده چه واکنشی نشون میدن. بیلا قرار بود با جسریس ازدواج کنه، یعنی اگه همه چیز طبق برنامه پیش میرفت یه روزی ملکه وستروس میشد. اما حالا که جیس کشته شده و اون ازدواج هیچ وقت سر نگرفت، این رویا برای همیشه از بین رفت. حالا نفر بعدی تو صف جانشینی تخت آهنین جافری پسر بزرگ رنیراست. جافری هنوز تو دره آریان کنار لیدی جین آریانه. برخلاف برادرای کوچیکترش وسریس و ایگان که به پنتوس فرستاده شدن، اون همونجا مونده. رنیرا به لوسر لارنت فرمانده نگهبانان شهر دستور میده بره و جافری رو از دره آریان به کینگز لندینگ بیاره. بعدش رنیرا از الیسنت میخواد محل طلای گم شده خزانه رو بهش بگه، ولی الیسنت واقعا چیزی نمیدونه. با اینکه توی شورای کوچک ایگان و ایمن حضور داشت، هیچ وقت بهش اعتماد کامل نداشتن و فقط چون زن بود از تصمیم‌های اصلی کنار گذاشته میشد. رنیرا هم میگه کاش به جای اوتو خود ایگان رو کشته بود، همون چیزی که قبلا خودش و الیسنت روی اون توافق کرده بودن. اینجاست که دوربین یه لحظه روی چهره هلینا مکس میکنه. اون نگاه واقعا همه چیزو میگه. انگار هلینا تا همین لحظه نمیدونست مادرش با کشته شدن شوهرش یا بهتر بگیم برادرش موافقت کرده بود. از دید الیسنت اون به قولش عمل کرده. ویگار از شهر خارج شده، نگهبانان موقع ورود رنیرا هیچ مقاومتی نکردن و دروازه‌ها رو باز گذاشتن. پس حالا انتظار داره خودش، هلینا و بچه هلینا آزاد بشه، اما رنیرا نمیتونه طوری رفتار کنه که انگار به خاندان هایتاور امتیاز ویژه‌ای داده. برای همین دستور میده تا زمانی که ایمن دستگیر نشه، الیسنت و هلینا توی همین اتاق بمونن. یه جزئیات جالب هم اینجا وجود داره. هلینا خواهش میکنه که توی این اتاق نگهش ندارن. چرا؟ چون این اتاق الیسنته، همون جایی که شب قتل پسرش واردش شد و مادرش رو در کنار کریستن کول دید. برای هلینا این اتاق با تلخ‌ترین خاطره زندگیش گره خورده. توی این قسمتی خبر مهم دیگه هم میگیریم. جیهارا دختر هلینا و ایگان هنوز زنده است. آخرین بار موقع فرار الیسنت و هلینا دیده بودیمش، اما بعد از اون خبری ازش نبود. حالا مشخص میشه الیسنت و هلینا فقط هر چند روز یک بار میتونن، اونم فقط برای 1 ساعت، اون رو ببینن. بعد از این رنیرا به میساریا میگه که احساس میکنه بیشتر از یک موش داخل قلعه وجود داره. جالبه که تو همین قسمت 3 موش واقعی هم میبینیم. شاید این یه اشاره باشه به اینکه هنوز 3 جاسوس یا 3 نفر وفادار به ایگان داخل ردکیپ پنهان شدن. یکم بعد رنیرا تصویری از جسریس میبینه. یادتونه قبلا گفته بود این قلعه پر از روح گذشته است، اما وقتی اون پسر برمیگرده میبینیم اصلا جیس نیست. رنیرا بعدش دستور میده که از همه خدمتکارای قصر بازجویی بشه. هر کسی که کوچکترین نشونه‌ای از وفاداری به ایگان داشته باشه اخراج میشه. بعد از اون یه صحنه مهم داریم، شام خصوصی کورلیس با 2 تا پسراش به همراه رنیرا. کورلیس فقط یه درخواست از رنیرا داره، اینکه آدام و آلن رو به طور رسمی مشروع اعلام کنه و اجازه بده نام ولاریون رو روی خودش بذارن. اون زمان فقط شخص پادشاه یا ملکه میتونست یه فرزند نامشروع رو قانونی اعلام کنه. از یه طرف این باید تصمیم راحتی برای رنیرا باشه. آدام و آلین هر دو نقش بزرگی توی رسیدن رنیرا به تخت آهنین داشتن، به خصوص آدام که حالا خودش سوار یه اژدهاست. از اون طرف آلین هم قراره وارث دریفت مارک باشه، البته هر چیزی که بعد از حمله تریارکی از اون جزیره باقی مونده باشه. قبل از اون وارث دریفت مارک لوسریس بود و همه میدونیم که چه سرنوشتی پیدا کرد. جالبه که خود کورلیس با وجود تمام شایعات درباره نسب لوسریس اون رو به عنوان وارثش پذیرفته بود. اما وقتی میفهمه رنیرا هنوز آدام رو با نام ولاریون مشروع اعلام نکرده، ازش دلیل این تصمیم رو میپرسه. رنیرا جواب میده الان وقتش نیست. الان همه نگاه‌ها روی اونه و نمیتونه کسی رو که اشراف زاده نیست ناگهان به جایگاه بالای اشراف برسونه، چون این کار ممکنه باعث بشه مشروعیت فرزندان خودش هم زیر سوال بره. ولی این تصمیم برای کورلیس خیلی سنگینه. اون تقریبا همه چیزش رو برای رنیرا از دست داد، همسرش، بچه‌هاش، قلعه‌اش و بخش بزرگی از ناوگانش. این دقیقاً همون جاییه که بازی تاج و تخت خودش رو نشون میده. هر تصمیم رنیرا حتی اگه منطقی به نظر برسه ممکنه یه متحد رو ازش دور کنه و یه دشمن جدید براش بسازه. در واقع تقریبا تمام تصمیم هایی که این قسمت میگیره میتونه تعادل قدرت رو به هم بزنه، اتحادها رو بشکنه یا حتی باعث خیانت های تازه بشه. و البته کورلیس تنها کسی نیست که رنیرا نباید از خودش ناامیدش کنه. اولف و هیو همر هم حالا به مهرهای بسیار مهمی تبدیل شدن. اون دوتا حالا قدرت‌های فوق‌العاده‌ای دارن، اما جالبه که فعلا خواسته‌های خیلی بزرگی هم ندارن.
اولف اولین درخواستش اینه که اجازه داشته باشه نام تارگریان رو روی خودش بذاره، اما رنیرا بدون هیچ مکسی جواب میده به هیچ وجه. اولف باور داره که پسر نامشروع بیلون تارگریانه، یعنی اگه حرفش درست باشه در واقع برادر ناتنی دیمن و ویسریس محسوب میشه. در ادامه هم لقب اولف سفید رو برای خودش انتخاب میکنه، لقبی که به موهای سفیدش مثل بقیه تارگریان ها اشاره داره. ولی چیزی که واقعا اولف میخواد نه تاج نه قدرت، اون فقط میخواد یه لرد باشه. حالا میرسیم به هیو به همسرش کت قول داده بود که اگر یه روز صاحب اژدها بشه زندگی بهتری براش میسازه. اون لقب همر رو انتخاب میکنه چون از قبل یه آهنگر بود. هیو از رنیرا میپرسه که بالاخره قرار شد چه پاداشی بگیره. رنیرا هم قول یه خونه توی تپه ویسنیا رو بهش داد. ولی اگه جای هیو بودم اینو بیشتر یه توهین میدونستم تا پاداش. درسته که تپه ویسنیا محل زندگی بازرگان‌ها، صنفا و روحانیونه، ولی اصلا قابل مقایسه با تپه بلند اگان نیست، جایی که خاندان سلطنتی و بزرگترین اشراف وستروس زندگی میکنن. در واقع رنیرا با این تصمیم غیر مستقیم به هیو یادآوری میکنه که هر چقدرم سوار اژدها شده باشی هنوز از نظر اشراف یه آدم عادی هستی. بعد هم میفهمیم که همسر هیو یعنی کت همراه برادرش از کینگز لندینگ فرار کرده و به تامبلتون رفته، همون شهری که الان اورمنت هایتاور اونو مردمش رو گروگان گرفته. و حالا یه سوال مهم پیش میاد، اگه رنیرا از هیو بخواد تامبلتون رو با اژدهاش آتیش بزنه اون واقعا این کارو میکنه یا نه؟ یا اگه اورمنت پیشنهاد بهتری بهش بده ممکنه طرفش رو عوض کنه؟ سریال از همین الان داره زمینه‌های این اتفاق رو آماده میکنه. جالبه بدونید توی کتاب هیو اصلا همسری نداره. به احتمال زیاد نویسنده‌های سریال شخصیت کت رو اضافه کردن تا انگیزه‌های شخصی هیو رو منطقی‌تر و قابل درک‌تر جلوه بدن. بعد از اون رنیرا اولین روز رسیدگی به درخواستای مردم رو شروع میکنه و خیلی زود میفهمه که پادشاهی کردن اصلا اون چیزی نیست که از دور به نظر میرسه. هر تصمیمی که میگیره روی 10 تا تصمیم دیگه اثر میذاره. مثلا همین ماجرای گوسفندها. اژدهاها برای غذا به گوسفند نیاز دارن. همین باعث شده که هم گوشت کم بشه هم پشم. حالا سوال اینه این گوسفند رو باید به اژدها بدن یا به مردم و اصلا بین چه کسانی تقسیم بشه؟ هر تصمیمی که میگیره یه عده ناراضی میشن. قبلا هم درباره سیلوی صحبت کردیم. اون مدام از بدبختی مردم عادی حرف میزنه، ولی یادتون نره همین سیلوی قبلا با شاهزاده ایمند رابطه داشته. یه جزئیات جالب دیگه که توی این قسمت هست اینه که چند بار دوربین روی دستای رنیرا زوم میکنه. دستاش میلرزن، معلومه که حال جسمیش خوب نیست. احتمالاً دردهای دوران قاعدگی هم روی شرایطش تاثیر میذاره. اما توی کتاب‌ها داستانی کم فرق داره. اولین باری که رنیرا میخواست روی تخت آهنین بشینه دست و پاش توسط لبه‌های تیز تخت زخمی میشن. خیلی‌ها این اتفاق رو تو وستروس نشونه میدونستن. انگار خود تخت آهنین رنیرا رو به عنوان فرمانروا قبول نداره. اصلا زخمی شدن روی تخت آهنین همیشه یه جور نحسی محسوب میشه. ویسریس، ایریس دوم معروف شاه دیوانه و حتی جافری باراتیون هم قبلا روی این تخت زخمی شدن. از اون طرف اختلاف بین میساریا و دیمن هم داره هر لحظه بیشتر میشه. رنیرا هم وسط اینا نظر کورلیس ولاریون رو میپرسه، اما برخلاف همیشه کورلیس هیچ نظری نمیده و فقط میگه هر تصمیمی که ملکه بگیره همون درسته. شاید هم دلیلش اینه که هنوز از تصمیم رنیرا درباره مشروع اعلام نکردن پسرهاش ناراحته و ترجیح میده فعلا وارد بحث نشه. در همین موقع بیلا هم از مأموریتش برمیگرده. نه اثری از ویگار پیدا کرده و نه شیپ استیلر. اما یه خبر مهم میاره. اون میگه اژدهای اگان یعنی سانفایر رو دیده که به ظاهر مرده و بدنش داره میپوسه. البته توی کتاب سانفایر واقعا نمیمیره. اون از زخماش جون سالم به در میبره، اما مدت خیلی زیادی طول میکشه تا دوباره بتونه پرواز کنه. با توجه به اینکه اگان هم داره به همون سمت میره، احتمالاً خیلی زود دوباره با اژدهاش روبرو میشه. توی این ضیافت یک شخصیت بسیار جالب و مهم هم میبینیم، تورن مندرلی از وایت هاربر. وایت هاربر از بزرگترین شهرهای شماله و پدرش لورد دزموند مندرلی تورن و برادرش سر مودریک رو فرستاده تا توی جنگ از رنیرا حمایت کنن. این آدم از همون اول معلوم سیاستمدار قهاریه. وقتی به رنیرا میرسه بهش بابت تصرف کینگز لندینگ تبریک میگه و عملاً میفهمونه که حرکتش رو یه بازی سیاسی حساب شده میدونه. به احتمال زیاد سریال از همین الان داره زمینه‌های حضور پررنگترش رو توی ادامه داستان آماده میکنه. توی سکانس‌های بعدی میبینیم که الیسنت یه درخواست از رنیرا داره. میخواد جسد اوتو هایتاور رو به اولتام بفرستن تا کنار همسرش دفن بشه. جالبه که رنیرا هم قبول میکنه. شاید بعضیا بگن که این تصمیم زیادی از روی دلسوزیه. بالاخره اوتو همون کسی بود که تمام این سالها برای نابودی رنیرا نقشه کشید. اما رنیرا باز هم ترجیح میده با احترام با دشمنش رفتار کنه. توی یه سکانس میبینیم در حالی که رنیرا سعی میکنه اوضاع کینگز لندینگ رو کنترل کنه، ذهن دیمن خیلی فراتر از این حرفا رفته. اون به یه امپراتوری فکر میکنه.
دیمن به رنیرا رو یادآوری میکنه که برخلاف اگان فاتح که فقط 3 تا اژدها داشت، حالا اون 6 تا اژدها در اختیار داره. با همچین قدرتی چرا فقط به وستروس قانع بشن؟ میتونن اسوس، شهرهای آزاد و حتی سرزمین‌های دوردست شرق رو هم فتح کنن، جایی که بعضی از اونها حتی روی نقشه وستروس هم جایی ندارن. یکی از اونها احتمالاً سرزمین لایتیه، امپراتوری که از چین باستان الهام گرفته شده و حتی قرار بود یه انیمیشن به اسم امپراتوری طلایی ازش ساخته بشه. یه نکته جالب هم اینه که کورلیس ورالیون توی سفر دریاییش تا اون منطقه رفته بود. دیمن حتی از سرزمینی حرف میزنه که مردمش بال دارن. طبق افسانه ها اونجا انسان‌هایی زندگی میکنن که بالهای چرمی دارن و میتونن پرواز کنن. البته هیچ استاد یا نقشه‌کش وستروسی هیچ وقت نتونسته وجود اون سرزمین رو ثابت کنه. از نگاه دیمن تارگریانا حق الهی دارن که دنیا رو فتح کنن. اون به رویای دنیس رویابین اشاره میکنه، همون تارگریانی که قبل از نابودی والریا خواب وحشتناکی دید و پیشبینی کرد که امپراتوری والریا کاملا نابود میشه. همین خواب باعث شد که خاندان تارگریان به دراگونستون مهاجرت کنند. دیمن این رو نشونه‌ای میدونه که انگار خدایان تارگریان ها رو برای حکومت انتخاب کردن، اما رنیرا نظر دیگه‌ای داره. اون حرف پدرش ویسریس رو یادآوری میکنه که اینکه قدرت اژدهاها چیزی نیست که انسان‌ها باهاش بازی کنن. ویسریس خوب میدونست که یه جایی قدرت بیش از حد خودش تبدیل به خطر میشه، ولی دیمن حرفش رو قبول نداره. اون طعنه میزنه که ویسریس فقط یه پادشاه ضعیف بود که حتی اژدهاش رو هم کنار گذاشت، که البته این حرف کاملا درست نیست. توی کتاب‌ها ویسریس فقط یک بار سوار بالریون شد، اما اون موقع بالریون دیگه خیلی پیر شده بود و آخرین روزهای عمرش رو میگذروند. ویسریس هم نمیخواست بیشتر از این بهش فشار بیاره و ترجیح داد بذاره بقیه عمرش رو در آرامش بگذرونه. بالریون هم فقط 1 سال بعد از اون ماجرا مرد و حالا جمجمه عظیمش زیر ردکیپ نگهداری میشه. آخر این بحث دیمن با ناراحتی اتاق رو ترک میکنه، چون میفهمه رنیرا اصلا اشتیاقی برای فتح دنیا نداره. بعد از اون رنیرا به دیدن همون دیران قلابی میره. اونجا یک کلاغ چوبی تراشیده پیدا میکنه. کلاغ‌ها توی دنیای بازی تاج و تخت همیشه نماد پیشگویی و خبرهای مهم بودن. از طرفی اولد تاون، جایی که احتمالاً این پسر از اونجا اومده، بزرگترین شبکه کلاغ‌های نامبر وستروس رو داره. شبکه‌ای که استادهای ارگ ازش برای کنترل کردن و انتقال اطلاعات به سراسر قلمرو استفاده میکنن. و در نهایت چون تطهینش به تعویق افتاده، رنیرا تصمیم میگیره به جای برگزاری مراسم مذهبی دل مردم رو به دست بیاره. اون دستور میده بین مردم عادی غذا پخش بشه و خطاب به اونها میگه من با قدرت حکومت میکنم، اما در کنار قدرت رحم و عدالت هم خواهم داشت. این همون چیزیه که شایسته یک ملکه واقعیه. اگرم دقت کنید رنیرا این مراسم رو جلوی سبت بزرگ برگزار میکنه. این کار یه جور تیکه انداختن با های سبتونه، کسی که حاضر نشد اون رو تدهین کنه. البته یه نکته هم نباید فراموش کنیم، خیلی هم نباید دلش رو به تشویق‌های مردم خوش کنه. همین مردم چند وقت پیش با همین شور و هیجان برای اگان دوم هورا میکشیدن. بعد از اون خبر تلخ دیگه‌ای به الیسنت میرسه. بهش میگن که دیران قراره به دیوار فرستاده بشه و به نگهبانان شب ملحق بشه. الیسنت توی 5 سال گذشته فقط 1 بار پسرش رو دیده، اما از رنیرا یه خواهش میکنه، اینکه قبل از رفتنش فقط 1 بار دیگه اجازه بده اون رو ببینه. ولی از همون لحظه اول معلوم الیسنت فهمیده این پسر دیران واقعی نیست. اون پسر بچه بدل هم اعتراف میکنه که بهش گفتن اگر نقش دیران رو بازی نکنه مادر واقعیش رو اعدام میکنن. با این حال سریال هیچ وقت نشون نمیده که رنیرا بعد از فهمیدن حقیقت چه تصمیمی درباره اون پسر میگیره. اما میرسیم سراغ سکانس آخر این قسمت. یه رام کننده اژدها که از حمله اورمند به تامبلتون جون سالم به در برده خودش رو به رنیرا میرسونه. اگه یادتون باشه این همون مردیه که توی فصل اول آموزش اژدهاها رو به شاهزاده های جوان تارگریان میداد. به احتمال زیاد بعد از تسلیم شدن اورمند اون رو فرستاده بودن تا از تساریون مراقبت کنه. بالاخره نمیشه یه اژدها رو همینطوری توی شهر رها کرد. وقتی رنیرا خبر سقوط تامبلتون رو میشنوه اولین فکری که به ذهنش میرسه اینه که شهر رو با اژدهاها بسوزونه. اما خیلی زود بهش یادآوری میکنن که اورمند زن و بچه‌های بیگناه شهر رو گروگان گرفته، یعنی اگه حمله کنن اونا هم کشته میشن. قسمت هم با یه تصویر نمادین تموم میشه. پرچم‌های هایتاور جلوی چشم رنیرا توی آتیش میسوزن. شاید ماجرای تامبلتون همون اتفاقی باشه که بالاخره رنیرا رو مجبور میکنه از اصولش دست بکشه و تصمیم‌هایی بگیره که هیچ وقت فکرش رو نمی‌کرد. حالا شما به نظرتون رنیرا توی ماجرای تامبلتون چه تصمیم میگیره؟ حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که تا آخر همراه من بودید. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.